از خداوند بطلبیم که یک بار دیگه ما رو تحویل بگیره. ولی امروزه برعکس شده. خداوند التماس بنده میکنه ما رو تحویل بگیر بابا. باور بکنید اینطوری شده. خداوند به اون عظمت چشم میگه بابا ما رو تحویل بگیرید. به یه شرابخوار میگه ما رو تحویل بگیرید، توبه بکن بابا. به یک بی‌حجاب میگه بابا بسه بابا. به یک رباخوار مسلمان میگه بسه بابا، به حلال نشدی، بسه، در به در دنبال بندگانشه. ما باید التماس خدا بکنیم ما رو تحویل بگیر. یه بار دیگه قلم عفو بکش. الله در به در. فرشته میخواد گناهان بنویسه، اون یکی خواهش میکنه تو یه نیم ساعت صبر کن الان توبه میکنه، من میشناسمش، این گولش زدن، این فلان کرده، من این آدم خوبیه، فریب خورده، الان توبه میکنه. شما یکم تحمل بکنید الان توبه میکنه. سبحان الله. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف خوشحالی زاید الوصف رب العالمین میکنه وقتی یک بنده توبه میکنه. میگه تصور بکنید که یک نفر با شترش مشک آبش هم گذاشته روش، طعام و توشش گذاشته رو اون شترش، در بیابان داره میره، آفتاب سوزان اونو میسوزونه، میرسه به یک درخت کهوری یا کناری یا به یک درختی سایه‌ای در بیابان، غنیمت میشماره، زیر اون سایه استراحت میکنه، دستش زیر سرش، مشک آب و توشه غذای راهش روی شترش، شتر رو رها میکنه که همین دور و برا بچرخه. وقتی بیدار میشه که شتر نیست، آبم نیست، توشه هم نیست، دست به سرش میزنه و بهش فشار میاد. توی این بر برهوت آب و غذاش رو شتر بود، شتر هم رفته. همینجا راضی میشه به رضای خدا و توکل به خدا میکنه و تقریبا فکر میکنه که دیگه مرگش حتمی است و همونجا چشمش یا دلش خواب میره. یک دفعه بیدار میشه، میبینه که شترش بالای سرش ایستاده، اونو بو میکنه. از خوشحالی بلند میشه، دوباره حیات پیدا میکنه، میگه خدایا تو عبد منی و من رب تو. از خوشحالی اشتباه میکنه. پیامبر میفرمایند الله سبحانه و تعالی به بازگشت بندهش و توبه نصوح بندهش از این کسی که شترش گم کرده و این همه خوشحال شده بود که القاب و جا به جا کرد، خوشحال تر میشه. در احادیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در وقت سحر که میشه خداوند از بالای عرشش میاد آسمان دنیا و صدا میزنه هل من مستغفرن، هل من مستغفرن، هل من سائلن. سه تا صدا میزنه، هل من سائلن، هل من مستغفرن، هل من داعن. آیا سوال کننده‌ای هست که این نصف شب من حاجتشو برآورده بکنم، خواستش رو اجابت بکنم؟ آیا توبه کننده‌ای هست که من قلم عفو بر گناهانش بکشم؟ آیا استغفار کننده‌ای هست که پی برده به اشتباهش من اشتباهاشو نادیده بگیرم و مغفرتم شامل حالش کنم؟ صدا میزنه. در روایات دیگر وارد شده که خداوند اول هر روز آغوششو باز میکنه تا اینکه گناهکار شب در اول روز جدید توبه بکنه و اون روز را با توبه استقبال بکنه و اول شب که میشه دوباره آغوشش باز میکنه، التماس بندگانش میکنه که آیا گناهکار روز هست که امشب شب جدیدیه، حداقل شبشو با توبه صبری کنه و شبشو چه
به دست بیاره، شبشو مثل روزش از دست نده. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی اول هر روز و اول هر شب سید الاستغفار بخواند، اعتقاد داشته باشد، به محتواش عمل بکند، اون روز یا اون شب بمیرد مستقیم بهشتیه. اللهم انت ربی خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. از مدرسه دینی بپرسید سید الاستغفار چیه؟ آقای استغفارها. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند این سید الاستغفار ردخور ندارد. یک بار کافیه که اول شب وقتی که شب را استقبال میکنی بعد از نماز مغرب، شبت را با سید الاستغفار استقبال بکنید. اگر اون شب مردی معتقد بودی بهشتی هستید و از عذاب قبر در امانید. و اول هر روزت را دوباره با سید الاستغفار. من خواهش میکنم که انشالله هفته دیگه انشالله در نماز جمعه مدرسه زحمت این رو بکشه سید الاستغفار با ترجمهش بنویسه و در نماز توضیح بکنه. من میدونم که همه میخونن، نیاز ماست. اگر با بدون توبه از دنیا بریم مشکل ساز میشود برای ما.